الان بریم در مورد هزینه های سفر دبیمون براتون بگم. تور ما برای 5 شب و 6 روز بود و پروازمون هم ایرانی. نفری $360 هم برای تور دادیم، یعنی 36 میلیون تومان. هتلش 4 ستاره بود، کیفیتش از 4 ستاره ایران بهتر، ولی صبحونه هاشو هندیا درست میکردن و ما غذای گرم هندی رو صبح نمیتونستیم بخوریم. دیگه همون کیک و قهوه‌مون رو میخوردیم و یه خوردم خوراکی من خریده بودم از سوپر، با خودمون برمی داشتیم میزدیم بیرون. محرم زوم بود آخه، منم ندیدم کسی توی خیابون چیزی بخوره، ولی تو دبی مال من رستورانای توریستی دیدم که باز بودن و نهار سرو میکردن. روز اول رفتیم دبی مال. دبی مال یه ایستگاه مترو مخصوص خودش داشت. تازه از ایستگاه مترو هم به فروشگاه یه تونلی زده بودن، یه پل هوایی زده بودن که خیلی هم خنک بود و شما اصلا لازم نبود دیگه تو خیابون بری یا مسافتی رو تو گرما طی کنی. البته جذابیت دبی مال به همین فواره های موسیقی بود که وسطش بود و اونا هم هفته غروب به بعد باز میکردن. دیگه من اونا رو ندیدم. تا شما با دست گلتون لایک و سابسکرایب کنید، منم برم سراغ هزینه های غذا که مهمترین موردش بود. ما 5 وعده بیرون غذا خوردیم که از این 5 وعده 3 وعدهش ساندویچ و مرغ سوخاری و فسفود و اینا بود. 2 وعدهش هم رفتیم رستوران عربی. هزینه این فسفودا مثل KFC و مکدونالد و اینا خیلی مناسب بود، یعنی یه پک بزرگ میگرفتیم بین 50 تا 70 درهم، یعنی حدود 1 میلیون تومان با هم میخوردیم. فروشگاه زنجیره کارفور هم مثل هایپر استار ماست، غذا داشت، خیلی هم متنوع بود. یه بارم رفتیم اونجا از تنوع غذاش خوردیم، خیلی اونم خیلی مناسب بود، ولی رستورانش گرون بود. بخوام یه هزینه کلی بهتون بگم، با کلی بستنی و آب میوه و قهوه‌ای که خوردیم و شکلاتایی که خریدیم بیشتر از نفری $70-80 یعنی 7-8 میلیون تومان نشد. یه موضوع دیگه که من خیلی از ایران استرسشو داشتم سیم کارت و نت بود، چون واقعا اونجا بدون نت سخت بود واسمون دیگه. سرچ هم کردم دیده بودم سیم کارت خیلی گرونه. اومدم یه بسته همراه اول گرفتم، نفری 500 تومان شارژ کردم واسه خودمون که واقعا این بسته اونجا خیلی عالی جواب داد. منتها خرج اضافه بود، شما نکنید، چون که توی فرودگاه به همون سیم کارت دادن و تو هر سیم کارتی هم 3 گیگ نت بود. هتل هم که نت خوب داشتیم، جایی هم که میرفتیم مثلا همین برندا یا غذاخوریا و اینا وای فایشون رایگان بود، میتونستیم وصل شیم. موضوع مهم دیگه که میدونم برای همه واقعا یه خورده ممکنه استرس باشه قضیه مترو بود و خرید بلیت مترو. بچه واقعا کار ساده ای بود، چون ما وقتی میخواستیم تور بگیریم دقت کرده بودیم که هتلمون نزدیک ایستگاه مترو باشه. واقعا که از در می اومدیم بیرون میپریدیم توی مترو و توی همه ایستگاه ها نیرو بود اونجا نشسته بودن، خیلی هم خوش اخلاق بودن و خیلی هم انگلیسی لازم نداشتن، فقط اسم ایستگاهمون رو میگفتیم، رفت و برگشت واسمون شارژ میکرد. یه مبلغی هم یه هزینه خیلی کمی هم برای کارت گرفت. کلن مثلا ما شاید 10-15 بار با مترو رفتیم و اومدیم. فکر میکنم بیشتر از نفری 1 تومن پول مترومون نشد، فکر میکنم 700-800 تومن مثلا دیگه. حالا به دلار و درهم نمیدونم چقدر شد. مثلا بگیم $10، اینا چیز خاصی نشد، خیلی مناسب بود. فقط مهارتتون اینه که هتلتون رو نزدیک مترو بگیرید که دیگه نخواین کرایه بدید تا مترو. دیگه اینجا موقع افطار شد، داشتیم میرفتیم سمت رستوران لبنانی که براتون عکسای رستوران و هزینه غذا رو گذاشتم. ورودی رستوران یه میزی چیده بودن، روش خرما گذاشته بودن و یه خورده آجیل و
خوراکی‌های خوشمزه افطاری. یه بشقاب hummus سفارش دادیم با چند تا پیراشکی، فکر کنم 4-5 تا دونه پیراشکی با همین نوشابه که میبینید ازمون 35 یورو گرفت، یعنی بیشتر از 3,500,000. دیگه همینجا حساب کار دستمون اومد، دیگه رستوران عربی نرفتیم. واقعا این فست فودای برند هم قیمتاشون خوب بود. مثلا KFC یه پکای خودش درست کرده بود که با کلی سیب زمینی و سوخاری و اینا، نوشابه و اینا هم میذاشت جلو کنارش و اینا. فکر کنم مثلا 1 تومن اینا، بیشتر نمیشد. خیلی خوب بود. 3 2 1 یکی دیگه 3 2. ما تورمون ترانسفر داشت. از فرودگاه باید میبردنمون تا هتل، از هتل هم باید میبردمون تا فرودگاه. محل هتلمون هم دیره بود. دیره یه منطقه ارزونه تو دبی و نزدیک به فرودگاه. ما موقعی که از هواپیما پیاده شدیم منتظر شدیم که، یعنی اسممون رو نوشته بودن، گفتن صبر کنید تا مسافرای دیگه بیان با هم بریم یه مثلا چند تا ماشین پر کنیم با هم برسونیم همانا. و تا مثلا ما حدود ساعت 9-9:30 رسیده بودیم دبی. از 9:30 که ما رسیدیم دبی تا ساعت 1:30-2 ما رو معطل کردن. بعد 2 هم که سوارمون کردن ببرن سمت هتل، فکر کن 4 بعد از ظهر ما رسیدیم. یعنی یه مسیر 5 دقیقه‌ای رو اینا 3 ساعت ما رو کل دبی چرخوندن، کلی آدم رسوندن تا اینکه ما رو رسوندن هتل خسته و کوفته. دیگه تصمیم گرفتیم برای برگشت اینا رو بیخیال شیم، ترانسفرشون رو خودمون یه دونه تاکسی بگیریم بریم. یه سرچی هم زدیم، دیدیم تاکسیش مثلا 700-800 تومن پامون آب میخورد، چون خیلی نزدیک بود فرودگاه به هتل. اینجا هم برای روز آخره که ما دیگه خواستیم بریم ساحل رو ببینیم، دریا رو ببینیم و برگردیم، که البته یه اشتباهی هم کردیم چون همه ساحلاش رایگان نبود و بعضیاش اختصاصی بود. بعد ایستگاه مترو رو میپرسیدیم میرفتیم که یه اشتباهی کردیم و بعدش یه سوالی پرسیدیم از همون مسئول مترو، راهنماییمون کردن و یه سایلی رفتیم که میتونستین از رستورانش استفاده کنی، پرداخت کنی و ساحلم پیوسته رستوران بود. شما دیگه این اشتباه نکنین، از قبلش سرچ کنید ببینید کدوم ساحلا رو میتونید برید، کدوم ایستگاه دقیقاً پیاده شید که معطل نشید، مثل ما گرما هم نخورید. در مورد هوا هم بگم که بچه ها غروب خنک می شد، یعنی اصلا ما یه خورده زود، یعنی ساعت 1:30-2 سمت دریا و ساحل و اینا بودیم، من گرما زده شدم اونجا، حالم بد شد. شما دیگه این کار نکنید این فصل که اگه رفتید، یعنی تقریبا فروردین ماه اونجا بودید، حتما ساحل یا صحرا رو بذارید واسه غروب، چون واقعا گرم ظهر. هزینه هم در جمع یه $150 هم خرید کردیم، یه خورده سوغاتی خریدیم و اینا. تقریبا برای من $660 شد، یعنی 66-70 تومن تقریبا. حالا دیگه با خروجی و اسنپ های رفت و آمد و پول پاس و اینا حساب کنیم، فکر میکنم 70 میلیون تومن هزینه این سفر برای من شد، که خب تا خیلی بیشترش هم جا داره که انشالله شما پول بیشتر دستتون باشه، لاکچری تر سفر کنید. اگه این پست رو دوست داشتید و اطلاعاتش براتون مفید بود، منو دنبال کنید که چند تا سفر خوب دیگه رفتم، دوست دارم باتون به اشتراک بگذارم که البته شما هم از تجربیات سفرتون برام بنویسید، کجا رفتید، چقدر هزینه کردید، یا اگه سوالی باشه برام کامنت کنید، من براتون توضیح میدم اگه چیزی جا افتاده باشه. مرسی که پست رو لایک میکنید و خیلی دوستتون دارم، دنبالم کنید لطفاً. فعلا.